اطمینان کامل داریم که با شرافت زحمت صادقانه و صافدلانه شما متخصصان و ساختمانچیان نوبت اول نیروگاه برق آبی راغون در مهلت مقرر شده به کار درآمده تاجیکستان صاحب اختیار ما را از لحاظ انرژتیکی صاحب استقلال می‌گرداند و مشکلات امروزه مردم شریف کشورمان پرراه برطرف می‌شود. دانسته باشد که نجات دهنده اقتصادیات و معنویات ملت تاجیک تنها خود ماییم. در این راه بجز خداوند کسی دیگر ما را بی‌غرضانه دستگیری نخواهد کرد. از ازل بخت تاجیک در این موضع از پشت شانه‌های راغون طلوع داشت، اما این را نادیده می‌گرفتیم. هر روز روشنایی خورشید عالمان را محض از پس کوه‌های شرقی دیار گویا از شانه‌های راغون سر بالا کرده وادی زرخیز حصار و پایتخت کشور را روشن و منور می‌سازد و در و دیار و چشم و روحمان را نیز نور و صفا می‌بخشد. این چون رمز در تقدیر تاجیک از جانب آفریدگار پیشنهاد گشته که محض در زمان صاحب استقلالی کشور به ماهیت آن سرفهم رفتیم. تا این وقت گویا ساکنان این دیار زرخیز به سحر و جادوی گرفتار بودند که همین عطای آفریدگاری را گویا احساس نمی کردند. حتی موردهایی بود که برای پیش راه آن را بستن کوشش هم داشتند، ولی امروز با پای قدم راهبر دولت جسارت و مورد شناسی و ذوق و سلیقه خداداده پیشوای واقعی ملت پرزیدنت کشور باشندگان این سرزمین افسانوی از این حکمت بزرگ خلاصه درکاری برآوردند و برای عملی گشتن این طرح تقدیرساز ملت گرد پیشوای خود و اندیشه و ملاحظه های او متحد گشته برای بنیاد زندگی شایسته با او بودنشان را اظهار داشتند. بگذار تسته همی کسی ما آباد شود برای آبادی تاجیکستان خودمون. چقدره که مثال پرزیدنت محترم ما کوشش غیرت دارد با ما کوشش منیم که زیادتر ایوای با زیادتر کار کنیم امیره تستر به انجام رسونیم که برای آینده فرزندای ما نسل آینده تاجیکستان خیلی بهبودی و فایده بسیار داره که مثال گپ همین خواه برق چی در تاجیکستان ما یکان کمبودی نباشد. محض عملی گشتن این طرح تقدیرساز امکان به وجود می آورد که ذخیره کامل گیدروانرژتیکی کشور که از روی حساب‌های عمیق علما اساسناک شده استحصال سالانه آن تا 570 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد پررا از خود کرده شود. برای همین چطور پرزیدنت کشور می‌فرماید حتی استقلالیت واقعی تاجیکستان را به بنیاد نیروگاه راغون تأمین کردن امری محال است.
باید به حکیم بودن امام علی رحمان هیچ کس شک نیارد. او بزرگترین درد ملت کینه و کدورت را شفا بخشید، به جنگ خانه برانداز خانوادگی خاتمه داد، تاجیک و تاجیکستانیان را به هم آورد و به رشد اصلی دیار زمینه گذاشت. بی‌شبهه او حکیم زمان است که برکتش از داد خدا سرچشمه دارد. آن را که کلاه پادشاهی به سر است، بیهوده حسد مبر که اهل نظر است. گر پادشه جهان ترحم نکند، کی بنده از خاک چنین معتبر است. آفتابی وقتی خود را با دست خویش ساختن لازم. اندیشه تازه کو؟ نه، این اندیشه حضرت مولوی است. چی؟ آفتابا، بار دیگر خانه را پرنور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. این فرموده به اندیشه بالا چی نسبت دارد؟ محض آفتابی ساخته خود میتواند به اختیارت باشد، نه آفتابی. یعنی گفتنی کی؟ بله، ساختمان راغون پیشنهاد حضرت مولوی بود. او خوب میدانسته است که این موضع به امیدگاه عاشقان آینده بدل خواهد گشت. چرا این را پیشتر درک نکردند؟ چون که فرزندان این سرزمین آزاد نبودند، استقلال نداشتند. نجات انسانیت در محبت است. بدبختیش نیست. به خاطر بیارفقان هلالی عصرها باز دلها را پاره می سازد. برای عشق ز منزلگه مقصود مپرس که آن مکان است که آنجا نرسیده است کسی. این شکایت عاشق ناکام است. پس به کی و به چی اعتماد باید؟ بی‌شبهه به عشق. نفهمیدم. فهمیدن شرط نیست. عاشق باید شد، با عشق باید زیست. چی تا؟ راغونانه. با بنیاد راغون تاجیک بار دیگر اثبات کرده ایستاده است که ملت روشنگر قلب‌های نسل‌های و عصرها بود و اکنون کفشیرگری محبت کل انسان‌های خیرخواه زحمت پیشرو بهوده دارد. محض نیروی راغون به نیروی تکانبخش تمام ساحه‌های خواجگی خلق منطقه تبدیل خواهد یافت.
روغن آتشکده مهر و محبت است که نبض منظم روشنی و گرمی و حرکت با سرعت زندگی شایسته را تأمین میکند. روغن افتخار و پشتیبان این قوم ریاضت کشیده می شود که تولیدش فقط و فقط آبادی و آزادی، خرمی و زیبایی است. روشنایش روشنی قلب‌ها، گرمیش آبادگر محبت ملت‌ها، آبانبارش شادابگر مرزهای بهمایی‌ها و قوه و نیرویش پشتیبان آرامی و آسایشگر نیت و خیران ایجادزا خواهد گشت. بله، روغن کلید فتح است و آن در دست راهبری خیرتمند و مورد شناس و دوراندیش چون سرور امروزه تاجیکان عالم، فرزند فرزانه زمان، پیشوای واقعی ملت امام علی رحمان. برغم ناتوانبینان میهن ما همه سازیم روغن را، سراسر نور باران می نماییم دشت و هامون را، فضای چرخ گردون را. درخت دوستی کشوری عالی مقام ما که استقلال نام اوست گلافشان است. دیوای وحدت خلق گوناگون ملت تاجیک چو سیمرغ سعادت در فضای تاجیکستانم پرافشان است. از این رو آمده ایام آن ای هموطن بندیم کمر از همت و از من، گرفته تیشه ناموس فرهادی شکافیم سینه خرسنگ. کنیم آباد ملک خویش و زوری تن با فرهنگ، که روحی رفتگان زین شاد خواهد شد وطن آباد خواهد شد. چون آب و هوا و ما ضروری روغن، آهنگی هم از صوت و سروری روغن، میدان نبرد راد مردان وطن، پیروزی نوریان و نوری روغن، سربیت بیاز قهرمانان زمان، درسی شرف و شأن و غروری روغن، آغاز سعادت وطنداری ما از سرحد بندگی عبوری روغن، سهم من و تو دلیل وحدت باشد، بر هموطنان سفره پوری روغن، بر ملت سربلند و آگاه وطن فردای نکوی غرق نوری روغن، پیمانه ننگ شه سواران خرد با نبض وطن همیشه جوری روغن، سرچشمه افتخار و آیین وفا، امید خراسان و ظهوری روغن، اندر دل میهن بلند اقبالم گنجینه گنج کانی دوری روغن. دولت است، خانه گندم است، تو سولت است وطن